Vote is closed and it is adopted. ساکنان اتحادیه اروپا امکان خواهند داشت که آیفون‌های خود را با استفاده از جهاز اندروید با نیرو تامین کنند. پارلمان اروپا قانون نو درباره جهاز یگانه قوت دهنده برای تلفن موبیلی، پلنشت و کامera را تصویب نمود که سر از تیر ماه سال 2024 به حکم اجرا می درآید. در جلسه 4 اکتبر یکی از تشبثکاران این اقدام وکیل اروپایی الکس اجوز سالیبا به ضرورت این اصلاحات اشاره کرد. راهی حلی ساده ترین، عادتاً بهترین و مناسب ترین است. با این عمل ما هر سال هزارها تن جهاز الکترونی حفظ نموده استفاده دوباره جهاز کهنه الکترونی را راه اندازی خواهیم کرد. مشتریان ناراحت نخواهند بود و میلیون ها یوروی آنها بیهوده خرج نمی شود. بر پای این تصمیم که برای اولین بار در سراسر عالم قبول شده است، 27 کشور عضو اتحادیه اروپا جهاز قوت دهنده USB-C از اندروید همچون پایگاه یگانه استانداردی جهاز قوت دهنده تلفن موبیلی، پلنشت و کامera در سراسر اتحادیه اروپا اعتراف می شود. قرار مذکور استفاده جهاز کهنه قوت دهنده را که در تاجیکستان با نام روسی زاریادنیک معروف است منع نمی کند. ولی شرکت‌های رقیب اندروید از قبیل اپل، هوایوی و دیگران مجبور می‌شوند جهاز قوت دهنده را به استاندارد اروپایی مطابق کنند. جای یادآوری است که سر از سال 2026 تمام تولید کنندگان کامپیوترهای لپتاپ هم باید در اتحادیه اروپا با جهاز یگانه استانداردی قوت دهنده به فروش برآورده شوند. کمیسیون اروپا تخمین می‌کند که استفاده قانون جهاز یگانه قوت دهنده برای محصولات الکترونی سال تا 250 میلیون یوروی مشتریان را حفظ خواهد کرد. قانونگذاران اروپایی امید دارند که کشورهای دیگر هم به آنها پیروی نموده استفاده جهاز یگانه قوت دهنده برق برای تلفن موبیلی، پلنشت و کامera را قبول می‌کند. تا حال یگان شرکت بزرگ تولید کننده جهاز الکترونی این قرار پارلمان اروپا را شرح نداده است. ولی در گذشته شرکت اپل هشدار داده بود که استفاده معیار یگانه پیش راه رشد و کشفیات را گرفته باعث افزایش پرتاب هزارها تن جهاز الکترونی می شود.